به چنل All Businesses in KW خوش اومدین. سلام، من اقوام رستگاری هستم، مشاور رسمی منافع زندگی و بیمه در کانادا. درود بر شما، من الکس هستم، مشاور رسمی املاک. ما به همکاری هم اومدیم تا به شما در زمینه خرید و فروش املاک و منافع زندگی و بیمه نامه های شما ساکنین واترلو و کیچنر کمک بکنیم. هدف ما اینه که با ارائه بهترین خدمات تجربه بی‌نظیر و مطمئن رو برای شما فراهم کنیم. خب ارقوان جان، خیلی خوش اومدید به چنل ما و به شهر ما و میخواستم اگه ممکنه خودت رو برای دوستان ما معرفی کنید. حتما، باعث افتخاره که اینجا. مرسی از دعوتتون آقای الکس. من ارقوان رستگاری هستم، مشاور رسمی منافع زندگی و بیمه در کانادا. خیلی خوشحالم که به شهر ما اومدی و ما با هم رفتیم یه سری از جای شهر کیچنر واترلو رو با هم دیدیم. چقدر قشنگ بود. خیلی خوشحالم. ویکتوریا بود، خیلی خوشگل بود. آره خب جای دیگه هست، بعد از ضبط این ویدیو حتما با هم میریم. میتونید برای ما مختصر بگین که لیوینگ بنفیت چی هستش و چجوری میتونید اعضای گروه ما رو ساپورت کنید؟ حتما. منافع زندگی یا همون لیوینگ بنفیت یه نوعی از بیمه هستش که در واقع برای کسایی که خیلی کارهای در واقع آزاد دارن، بر خودشون کار میکنن، بیزنس دارن، خیلی میتونه منفعت داشته باشه. یک سری پلناییه که میاد درآمد شما رو کاور میکنه. یعنی شما اگه نتونین کار کنین، چه بابت سرماخوردگی باشه، کمردرد باشه، پادرد باشه یا دور ازشون بیماری‌های حاد باشه، تصادف‌های حاد باشه، ما میایم اون درآمدتون رو کاور میکنیم که دیگه شما نگران هزینه‌های زندگی نباشید. چون میدونید که آقا الکس اینجا کانادایی‌ها خیلی پیچک به پیچک زندگی میکنن. میاد و این پیچک، این درآمد میاد میره و بکاپی نداریم، یعنی پلن بی نداریم. اگه خب اوکی نتونستیم کار کنیم، درآمد چی میشه؟ ما میایم اون بکاپ، یا ما بهش میگیم که لاستیک زاپاستون رو ما میایم در واقع براتون فراهم میکنیم. بسیار عالی. میشه ما توضیح بدی که آیا این مثلا باید درآمد خاصی داشته باشه یا پروف آف پیرول باید باشه حتما؟ نه، اتفاقا بهتون بگم مثلا 80-90% پلنایی که من انجام میدم و توی کمپانی داریم اصلا پروف آف پیرول، پروف آف پیچک، پروف آف کورپوریشن اینا نمیخواد و اتفاقا این ویژگی خیلی ما رو متمایز میکنه از بقیه، به خاطر اینکه خیلی‌ها خب پروف آف اینکام و اینا نیاز دارن، ولی ما میدونیم که وقتی که داریم با خیلی کسایی که شغل آزاد دارن کار میکنیم و حالا از لحاظ مالیاتی خیلی شاید استریت فوروارد نباشه، میایم که براش این پلن ها رو طراحی میکنیم کاستومایزبل به نیازشون که نسسری نیازی هم به درآمد نیست. بسیار عالی. میتونید در رابطه با قیمت هم توضیح بدید برای اینکه هر کسی مثلا با توجه به درآمدش یا مقداری که میخواد توی بیمه سرمایه گذاری کنه و برای خودش یه بنفیت بگیره رو برای ما بیشتر توضیح بدید؟ آره حتما. این پلن‌های بیمه ما از $6 داریم تا خدا میدونه مثلا $1000 $2000 در ماه. منتها کاری که ما میایم میکنیم اینجوری نیستش که یه لباسی باشه که به تن همه بخوره. مثل خیاطی میمونیم که لباسی رو باید روی تن هر کسی بدوزیم. ما میایم با اون شخص صحبت میکنیم، بستگی به نیازاش، بودجهش و اون بنفیتی که میگیره یه پلنی رو کاستومایز میکنیم که یه پلنی باشه که هم میک سنس کنه براش، هم بالاترین بنفیت رو ببرن با یه قیمت مقبول به صرفه. چون در آخر در واقع ما به جیب کلاینت کار میکنیم، نه به جیب کمپانی. میخوام یه چیزی باشه که براشون راحت باشه و بهترین استفاده رو بتونن ازش ببرن. و ارقوان عزیز، میتونی اینجا قول بدی به اعضای همه این گروه که آفرهای خاصی رو حتما برای اعضای این گروه دارین و میتونید اونا رو ساپورت کنید؟ 100% هر کسی که از این گروه و از طرف آقای الکس پیش من بیاد، من قول میدم که یه جلسه اختصاصی مشاوره براشون داشته باشم که بشینیم با هم دیگه به قولی تو جزئیات نیازشون رو بررسی کنیم و بهترین پلنی که براشون مقبول به صرفه باشه رو براشون ارائه بدیم. مرسی که وقت گذاشتین و مرسی که منو دعوت کردین. باعث افتخاره و خیلی خوشحال میشم که بتونم کمک کنم، مخصوصا به ساکنین کیچنر و واترلو، کمبریج و گلف. سپاسگزارم از لطفتون. اگر شما از طریق این ویدیو با ما تماس بگیرید، ما یک مشاوره رایگان و اختصاصی به شما میدیم
تا بتونیم نیازهاتون رو به بهترین شکل برطرف بکنیم. برای اطلاعات بیشتر و وقت مشاوره حتما با ما تماس بگیرید.